الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول الشيخ وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الشارح حفظه الله تعالى: إن حرف توكيد ونصب وهي موطئة للقسم، يعني آماده و مهیا برای قسم است، یعنی همچون یک جواب قسم شده ایستاده است. یقدر قبلها قسم تقدیره والله، پیش از این تقدیر کرده می شود، پیش از این لام گفت شده است، پیش از این حرف این قسم را تقدیر او والله می شود. قسم با الله، به درستی پروردگار شما الله از ذاتی که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. این ربکم فهی فی جواب قسم مقدر، این در جواب قسم تقدیری است. این ربکم ای خالقکم و مربیکم بالنعم، یعنی اون ذاتی که شما رو با نعمتاش تربیت کرد. الله این الله هست، لا غیره سبحانه و تعالی، نه غیره سبحانه، دیگر یگان کس نیست. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال، بعد از آن ذکر کرد دلیل را نسبتی آن، گفت الذي خلق السماوات والارض، ذاتی که آسمان ها و زمین را آفرید. هذا هو البرهان على ربوبیة الله عز وجل، این دلیل یکی حجت است بر ربوبیت الله سبحانه و تعالی، انه خلق السماوات والارض، که او آسمان ها و زمین را آفرید است. ولا احد خلق شيئا، و نیست یگان کسی که آفریده باشد چیزی را منهما از این دو، یعنی در آفریدن آسمان ها و زمین یگان کس اشتراک و حصه گذاری هم کردگی نیست. گفت که من همون چیز که اون طرفو انکو میگم اون چطور که سر خیلی بیزه میشود و نیست همونجاش هم اشتراک کردگی اولادای من گذشته و اجدادای من، نه یگان کس اشتراک کردگی نیست. ولا احد اعانه سبحانه على ذلك، و نیست کسی که یاردم داده باشد او سبحانه و تعالی را در آن، یعنی در چی؟ در آفرینش آن. بل هو المنفرد بخلقه، بلکه او تنها است در آفریدنش چیزی را، در آفریدنش چیزی که آفرید تنها. خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین را آفرید. هل احد من المشرکین، آیا یگان مشرک ها، یگان کسی از مشرک ها، او الملاحد یا که ملحد ها، عارض هذا، این زیدیت و معارض زیدیت نشون داده است. و قال، گفته باشد که ما خلق الله السماوات والارض، الله آسمان ها و زمین را نآفریده است. الذي خلقها هو فلان، اونی که ویها را آفریده است فلانی است گفته باشد. او انا الذي خلقته، یا که من ویها را آفریدم گفته است. او خلقها الصنم الفلانی، یا که فلان بت ویها را آفریده است. هل قال هذا احد من العالم قدیما و حدیثا، آیا از عالمین، از جهانیان یگون کس همین گپ گفته است، خواه از جهانیانی گذشته باشد یا که حاضره. مع ان هذه الآیات تتلى لیلا و نهارا، با وجود اینکه آیت شب و روز تلاوت کرده شده ایستاده است. ولا احد عارضها، یگون کس معارضیت نشون نداده است این آیت، ولا یستطیع ان یعارضها ابدا، و ابدا نخواهد او را یگون ضدیت نشون داد. في 6 أيام در 6 روز. هذه المخلوقات الهائلة العظيمة خلق الله في 6 أيام، این مخلوقات دهشتناک بزرگ را ویها را الله سبحانه و تعالی در 6 روز آفرید. و هو قادر على ان يخلقها في لحظه، حالان که او توانه است، قادر است که ویها را در یک لحظه آفرید. ولکنه خلقها في 6 أيام، ولی ویها را در یک لحظه نآفرید. چیکار کرد؟ در 6 روز آفرید. برای چی؟ لحکمت یعلمها سبحانه و تعالی، اینم یک برای یک حکمت است که خودش میداند ویها را سبحانه. و 6 أيام اولها یوم الاحد و آخرها یوم الجمعه، اون مراد از 6 روز، اولی اون روز
روز یکشنبه است و آخر اونها روز جمعه است. ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، در روز جمعه یعنی که آفرینش آسمان ها و زمین و هر آنچه که میبینید در اینجا یعنی به کمالات رسید. ولذلك صار هذا اليوم اعظم ایام الاسبوع، برای خاطر همین است که همین روز تکمیل گردیدن مخلوقات از همه بزرگترین ایام هفته گردید و هو سید الایام، او سید روز هاست، خواجه روز هاست. و عید الاسبوع و عید هفتینه است. و هو افضل الایام، و از همه یعنی بزرگترین ایام هفته است. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین روزی که در اون روز آفتاب میبراید این روز جمعه است. اخرجه مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه، لانه تكامل فيه خلق المخلوقات، زیرا که در این روز به کمالات رسید، پر شد آفریدن مخلوقات. و خلق فيه آدم و ادخل الجنه، در این روز آدم را آفریده شد و به جنت داخل گردانیده شد. و اهبط منها، و در این روز از جنت فراورده شد. و فيه تقوم الساعه، و در همین روز قیامت قائم گشت. كل ذلك في يوم الجمعه، همینها در روز جمعه برقرار شدن و برقرار خواهند شد قیامت. فهو افضل الایام، او از همه بزرگترین ایام هفته است. و هو آخر ایام الخلق، خلق السماوات والارض و ما فيهن، این آخرون ایام آفرینش است. با فهموس است کدوم آفرین، اون معنا نمیده که دیگه بعد از این دیگه با چیزا، یعنی این در نظر داره آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه که در میان زمین و آسمان است. ولی این نعمتی، ولی این صفتی آفرینش، این صفتی دوام دهنده است. فهمیده؟ این خیلی نه که مثلا تمام هر چیزی که ما میبینیم همینا تمام آفرینش تمام شد. نه، با هر چیزی که میشود اصلی او را الله سبحانه و تعالی یعنی که مثلا میآفرد. ثم استوى على العرش، بعد از آن به عرش برآمد. این عرش بالا شد، بالای عرش شد. حرف عطف و ترتیب، این حرفی چه؟ عطف است و ترتیب است. ثم را میدونید که حرف عطف و ترتیب. ای ان استواءه على العرش جاء بعد خلق السماوات والارض، یعنی استوای الله سبحانه و تعالی بالای عرش آمده است بعد از آفرینش آسمان ها و زمین. بعد از که آسمان و زمین تمام کرد و عرش بالا. لانه من صفات الافعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، چون که استوا یکی از صفات های فعلی الله سبحانه و تعالی است که کدوم وقتی که خواهد اون رو میکنه، همین کارو میکنه. صفت استوا پرسان نگه که این صفت چی است؟ صفت فعلی است. صفات ها من صفت فعلی میشن و صفت ذاتی میشن. این با صفات های فعلی صفات های لازمی میشن و صفات های متعدی میشن. و معنی استوا ارتفع و علا، خیلی که امام بخاری هم خیلی گفتن معنی استوا یعنی بالا شد و برآمد، بالا برآمد. العرش هو سقف المخلوقات، عرش یعنی یک شفتی تمام مخلوقات است که از همه مخلوقات بزرگ و از همه بلند این عرش است. و هو فی اللغت السریر، در لغت عرش چی میگویند؟ سریر، کت میگویند. و هو سریر ذو قوائم تحمله الملائکه، و یک کت است که مثلا دارای پاچک می باشد، پاچک دارد که وی را فرشتگان می بردارد. و هو اعظم المخلوقات و اعلی المخلوقات، از همه بزرگترین و عالیترین بلندترین مخلوقات می باشد. الاستواء صفت من صفات الله الفعلیه، با می فرماید که استواء این صفت از صفات های فعلی الله سبحانه و تعالی است، کما یلیق بجلاله سبحانه و تعالی، چنانه که به جلال و به عظمت او خودش لایق می باشد. لیس کاستواء المخلوق علی المخلوق، نه مانند یعنی که بالا شدن مخلوق بالای یک مخلوق دیگه. ولیس هو بحاجه الى العرش، و الله سبحانه و تعالی محتاج عرش هم نیست که بگیم که اگر عرش نباشد می افتد یا که پایان میشد، نه. لانه هو الذي يمسك العرش و غیره، چون که او هم عرش و غیر عرش را خودش می‌دارد، نگهبانی او عرش و آنچه که غیر عرش است خودش هست. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا،
یعنی به درستی الله سبحانه و تعالی می‌دارد آسمان ها و زمین را از چی؟ از زائل شدن، از افتیدن، از بین رفتن. ولی این زالتا این امسکهما من احد من بعده، اگر از این دو زائل شوند، از بین روند، این امسکهما یگان کس این دو را داشتن نمیتواند، من احد کسی که نباشد من بعدی بعد از الله. مفهوم؟ فالعرش محتاج الى الله عز وجل، عرش خودش محتاج به الله عز وجل است، لانه مخلوق، چون که مخلوق است. هر مخلوق محتاج به خالق خودش است. والله غنی عن العرش و غیره، الله سبحانه و تعالی بی نیاز است از چه؟ از عرش و از غیر عرش. لكنه استوى عليه لحكمة يعلمها سبحانه و تعالی، ولی او بالای عرش برآمد، از عرش بالا شد برای یک حکمتی که خودش میداند اون حکمت را سبحانه و تعالی. والاستواء نوع من العلو، استواء این یک نمودی علو است، بلندی است. لكن العلو صفة ذات، ولی فرق چیست؟ علو این صفت ذات است. و اما الاستواء فهو صفة فعل يفعله اذا شاء الله سبحانه و تعالی. استواء باشد این صفت فعلی است که کدام وقتی که الله سبحانه و تعالی خواهد همون فعل را انجام میدهد. یغشی اللیل النهار، یغشی اللیل بالنهار، فهمیدید؟ یعنی شب را با روز پرده پوش میکنن، شب را با روز پرده پوش میکنن. اگه برای من شما همین به همین عقل کوتاه ما، برای ما پرده یک چیز است که یک چیز دیگر میپوشانند و پوشیده شود. برای ما شب پرده است، خیلی است. هم روز میبینم دیسادیم شب چیکارش میکنه؟ با شب پرده پوشش میکنه. من اگه شما تصور کنید که اگر شب نباشد، روز نباشد، چیست؟ هیچ نه تصور کردن. ما فقط دو چیز میدونیم که شب است و روز است. اگر شب و روز نباشد چه؟ هیچ نمیدونیم چی. برای همون مثال اگر اصل تصور کنید که هیچ چیزی، مثلا سوم چیزی که نباشد، شب هم بیاد که باید که هم بری روزی که ما دیده استادیم میدونیم که همین روز است، پرده هست، و همین شبی که ما میبینیم که یک چیز، یک تاریکی، یک سیاه دیده استادیم، همون یک سفیده میبود میپوشونده، این هم باید که برای من شما چی باشد؟ پرده باشد. فهمیده؟ پرده یک چیز است که یک چیزی که ما دیده استادیم تصور کردیم سیاه سفیده، هوی گم میکنه، دیگر رنگش میکنه. روز هم خیر است، شب اومد تاریک میشه، تاریکی هست، روز اومد سفید میشه، روشن میشه. هر دو باید پرده یک دیگر هم. و یغطی النهار باللیل، و پرده پوش میکند روز را با شب. فبینما ترون الکون مضیئا، بس در اون اثنایی که تو میگو دنیا را میبینی که چه؟ روشن است. فاذا اللیل یغطیه، بناگاه میبینی که شب او را میپوشاند. فیصبح مظلما، ظلمت میشه، تاریک میشه. واللیل یغطیه النهار، و شب را روز میپوشاند. فیصبح مضیئا، شب چی میشه؟ روشن میشه. یطلبه حثیثا، ای یأتی هذا، یعنی اساسا معنای لغویش طلب میکند او را تیز، او را تیز میدریابد. یعنی یأتی هذا بعد هذا مباشرتا، این بعد اینش میآید. ولا یتأخر، دیر نمیکند. یعنی شب از آمدنش دیر نمیکند که روز ایستاد منتظر شده 10 ساعت 20 ساعت گذشته هیچ جای شب بیاد، نه، هر یک در نوبت خودش میاد. فاذا ادبر الليل جاء النهار، یعنی چون شب پشت گرداند یعنی رود، روز می آید. و اذا ادبر النهار جاء الليل مباشرا، و چون روز پشت خود را گردانیده رود، شب می آید مباشرتا، بی‌واسطه. لا يتأخر هذا عن هذا، این از اینش دیر نمی کند. و هذا من کمال قدرته سبحانه و تعالی، این از کمال قدرت او سبحانه و تعالی است. لا یفتر هذا عن هذا، یعنی سست و ضعیف و پژمرده نمیشد این از دیگرش که شب رو دیر کردن برای اینکه مونده شد، دعوی زنده مونده شد. و الشمس هی الكوكب العظیم المعروف، شمس یعنی آفتاب این یک ستاره بزرگ معروف است، نمیدونه. و القمر كذلك كوكب من الكواكب السبعة السيارة، و ماه همچنین یک ستاره از
7 ستاره های سیر کننده است و کل منهما یجری و یدور علی الارض. هر کدامی از این دو دور میزند در اطراف جاری میشود، دور و حرکت میکنه در اطراف زمین. و الارض ثابته مستقره، زمین باشد استوار و برقرار است، نه اون چیزی که مثلا در کتابا خواندم که مثلا زمین دور میزند، نه. جعلها قرارا، و ایرا قرار الله سبحانه و تعالی قرار داد، ای قارة ثابتة لمصالح العباد، یک قطعه مستحکم است برای فایده مردم بندگان. و الشمس و سایر الافلاک تدور علیها، آفتاب و دیگر باقی مانده فلک در اطراف فلک و دیگر دور میزنند در اطراف. لا كما يقوله المتخرصون الان من الذين يدعون المعرفه، نه چنان است که مثلا میگوین ویرا مثلا متخرصون یعنی بافندگان و المکذبون، متخرص دروغگوها رو میگوین. امروزه که از کسانی که دعوای معرفت ما میدانیم، شما چی میدانید؟ میگن یقولون، میگن که ان الشمس ثابته والارض تدور عليها، آفتاب در جوش ایستادگی است و زمین در اطرافش دور میزنه. هذا عکس ما فی القرآن، گپی اونها عکسی اون چیزی که در قرآن است. ما گپی کی گیریم؟ نکاح کویانم صرف توش درس دیگه. و الشمس تجری لمستقر لها، نگاه کنید. و الشمس تجری، ای تجری چیه؟ تسرع المشي، اصلا تیز رفتن چی میگن؟ تجری، دویدن میگن، دور میزنن. لمستقر ای لحد مؤقت مقدر، یک حد و یک معین قرارگاه دارد برای خودش. همیشه ما بینیمش هم دور میزنن و هم جای خودش میبرد. شمس گوشت است لمستقر، نه برای قرارگاه، برای یعنی که یک جایی قرارگاهی خود دارد. و هم یقولون الشمس ثابته، یا سبحان الله سبحان الله. و یا باشن چی میگوین؟ میگن که نه، آفتاب برقرار مستحکم ایستاده است. و النجوم هی الکواکب، نجوم این ستاره ها رو میگن. مسخرات بامره، در زیر اطاعت امر او می باشند. مسخرات فی الجریان، یعنی که رام کرده شدن در جاری شدن و در دور زدن، دائما لا یفترن یعنی که ضعیف نمیشن، سست نمیشن. و هذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب، این رد علیه کسانی است که ایشان آفتاب پرستی و ماهتاب پرستی و ستاره پرستی میکنند. به انها مسخرات بامر الله، که ویها مسخر هستند، در زیر اطاعت امر الله هستند، امر کرده شدن. الله الذي یجریها، الله بیاره یعنی که در حرکت می‌دارد. والله الذي یوقفها، الله از ذاتی که بیاره کدوم خواهد باز می‌دارد از حرکت. اذا شاء سبحانه، وقتی که او سبحانه خواهد. فهي مسخرة مدبرة ليس لها من الامر شيء، یعنی خلاصه اینا در زیر اطاعت الله سبحانه و تعالی هستند. اینا چاره دیده شده هستند که برای خود از امر چیزی نیست، برای بیان یعنی که از امر یگون چیز نیست. مثلا یک ستاره افتید، برای چی میگم؟ یک ستاره افتید یعنی میگم که افتید یعنی گذرد، اون معنا نمیده که یک حادثه رو میده و دستی و هیچ چی نمیبینه. فهمیدید؟ برای میگم که لیس لها من الامر شیء، دست اینها یگون چیز نمیبینه، اینا در دستشون هیچ چیز هم ندارن، نه نیکی و نه بده. یأمرها سبحانه فتجر، الله امرشون میکند جاری میشن و دور میزنن. و تضیء بامره الکونی سبحانه و تعالی، به امر کونی الله سبحانه و تعالی و روشنایی میدهند. یطلع هذا اینش میبرد و یغرب هذا اینش غروب میشد. و یتعاقبان پیش عقب میآیند. نسب الشمس والقمر والنجوم على العطف، یعنی نسب آمدنی از ناحیه اعراب آفتاب و ماهتاب و ستارگان بنابر عطف است. لأن السماوات منصوب، چون که سماوات منصوب شده ایستاده، اینا عطف به همون سماوات میشه. لأنه مفعول و مفعول شده همون سماوات. و علامت نسبه الکسرة نیابة عن الفتحه، علامت نسب سماوات چیه؟ کسره های برای خاطر اون که و جمع لأن گفت، لأنه جمع مذکر سالم، چون که و جمع مذکر سالم است. والارض
معطوف على السماوات منصوب بالفتحة، ثم قال والشمس والقمر معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب. مخي قاعدة است یا از توابع است. مسخرات منصوب على الحال. مسخرات هم میگود نصب شده ولی این به حال، بنابر حال بودن است. ای حال کونی هم در حال بودنی همین اونها که در زیر اطاعت رام شده، رام کرده شده. و علامت نصبه الكسرة نیابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، چون که از ملحقات است. برای چی ملحق دو؟ آخه جمع مذکر سالم باید عقل، برای عقل داران بشه. مسخرات این برای عقلا است. هر جمعی بینید که در شکل به این عقلا تقریبا ولی که ویا عقل نیست، آفتاب و ماهتاب و آخه ستارگان اینا از جمله عقلا نیستن خلاص، ولی جمعشون به جمع مؤنث سالم به عقلا تقریبا بیاد. دیگه چی میگن؟ ملحقاتش میگن، یعنی در قطار همینها. الا له الخلق والامر، آگاه باشید از آن اوست آفریدن و امر کردن. یک میگم از چیز نازکه ده، از آن اوست آفریدن خلق گستردن و امر کردن. الله سبحانه و تعالی در قرآن امر کردگی است. همچنین وقتی که امر بیاد و شامل نهی را میشه، همه خیلی قاعده است در کجا که امر بیاد و نهی را در بر میگیره. الله امر کرده است نماز خونده، روزه داره، نه خلاصه قرآن یعنی امر است. اگر همین آیت شما اهمیت دید، ضد کسانی هستند که میگن که قرآن مخلوق است، کلام الله مخلوق است. اینجا الله سبحانه و تعالی مخلوقا را خلق گفت، چیزی درست کرد. اما امر این شریعت است، امر این قانون الهی است. امر از مخلوق چیکار کرد؟ جدا کرد. امر الله سخنی الله است، این یعنی که مخلوق نیست گفته است. الا ادات تنبیه، این ادات تنبیه هست که آگاه میکنه و تقریر اعتراف است. له سبحانه و تعالی لا لغیره، برای الله سبحانه و تعالی آگاه باشید میگه، برای الله هست اعتراف کنه شده است، نه برای غیره. الخلق و هو ایجاد کردن، فهو القادر على الخلق، او سبحانه و تعالی تواناست به آفریدن. اذا اراد سبحانه یخلق ما یشاء، که وقتی الله سبحانه و تعالی خواهد چیزی که خواهد یعنی می آفرد. والامر امره سبحانه، یعنی امر گفته امر الله را میگوید. و هو کلامه، مراد از امر الله و کلامی است که الکونی و شرعی، در درون او هم کونی هم داخل میشه، هم شرعی هم داخل میشه. کلامی مثلا گیریم چیم؟ امر الله کونی میشه در دنیا، شرعش در شریعت. این کونی را مثلا فرق چیز بین امر کونی و شرعی. شرعی را هم کردن نمیتونه، هم نمیکنه، اختیار مدادی است. مثلا خواهد یک از نماز شب میخونه، یک از نماز میخونه، یک از نماز میخونه، یک از روزه میده، یک اسلام قبول کرده، قبول نکرده، کفر شده، اینا امر شرعی. فقط این کیه؟ یعنی اختیار در دست همون خود مدادی. اما امر کونی یگون کس از این جای گریز ندارد، خواه کافر باشه، خواه مسلمان باشه. امر کونی مثلا چیه؟ مرگ. کل نفس ذائقة الموت. الله در قرآن میگه که هر یک صاحب نفس باید که مرگ چشده. قرآن الله سبحانه و تعالی گفت. آیا کافر حق داره گفته که نه این قرآن این کتاب شما های ما نمیچشیم؟ نه، مرده میچشی. خود تلخه خوش چرینه میچشیش خلاص. این امر چیه؟ امر کونی دیگه علاج نداری. یا بله هر چیزی که مثلا یعنی که در اختیار ما نیست، اختیار ما نداده الله تعالی. یه کس نمیتونه گفتن که نه شما مسلمان ها این خیر تولد میشه، ما میخوایم که زنا ما این خیر تولد کنن، هم رفته در روی نه همین چی خیلی کم. تخم مثلا تخم میگیره، تخم مرغابی رو میگیره مثلا در
تگی پای مرغ میمونه، مرغی امسا خشکی ها یا که کفتر میخشی. اما هر روزی که از برو من طرف امید دعوت برم. ما خواستیم که چیکار کنیم؟ هم مرغ خانگی شد آب خاطر برادر میامد آب بینه ترسن. نه همون چوجای مرغ تی میبود، چوجای مرغ لیب آب میستن. وای باشه دیگه چی بیست دل میگود برا؟ نمیگود که یعنی که مثلا با امری کونی دیه. ها؟ اگوجا دونیست وای؟ چون که وای در تحتی امری کونی است. فهمیدید؟ معروف باشه میدرد تا نیمی تا نیمی اون میدرد در نفسش میگره میدرد چی به دادری من درم من میگودی امره الكوني امر كوني الله سبحانه وتعالى الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه یعنی این چنان امر است که مخلوقاتش امر میکند و یا خواهن نخواهن او را اطاعت میکنند. میگه که مثلا تصور کردی این چی آرزو میکردی کاش که من میشدم یا من قرآن بودی کتاب بود بعد درس خوندش میگفت که تمام الرژی میشد بعد یا بیارم میگه کاش که من پرنده میشدم به پرنده میگشتم نه درس خونی بود نه هیچ همین و تستجیب له مخلوقا را اجابتش میکنن مثل قوله تعالی فقال لها وللارض الله سبحانه و تعالی برای وحی گفت یعنی برای آسمان چون که سما مؤنثه و برای زمین گفت ائتیا استجیب لامری امر من اجابت کنید گفت ائتیا تصنیه هم خلاص استجیب لامری بشه امر مرا اجابت کن هر دو طوعا یعنی اطاعت کردن سرخم کردن طوعا اصلا به اختیار خودتون اگر با ما بودگوید که نه وقت نیست نه ما میگوید که او کرهن یا که چه یا مجبورن لا اکراه فی الدین میگوید که در دین اجبار نیست یعنی بنغزی خواه یعنی که به اختیار خود هستی خواه به اختیار خود من گپ امر اطاعت کنید گفت و آیا سرپیچی کردن آسمان و زمین؟ نه چونکه امری کونیه امرهما سبحانه الله سبحانه و تعالی این دو را امر کرد و هذا امر کونی این امر کونی است که امر به السماوات و الارض آسمان ها و زمین امر کرد فتکونت بس با با وجود آمدن تکونا یعنی که بس کائن شدن پیدا شدن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون همان امر او پروردگار همین خیلی است که وقتی که یک چیز را خواهد برایش میگوید که بشم بس میشود مفهوم؟ چون که اراده دو خیل میشد اراده کونی میشد اراده شرعی مخیره؟ قدری حال میبینیم همه چی شده هذا امر کونی این امر کونی است اذا اراد شیئا یقول کن فیکون کافر مگر میگه که نگفت است که الله تعالی مسلمان شوید هم امر کردگی است امر کردگی است ادخلوا فی السلم در اسلام در آمد خب پس چی بنده میدرایم چون که امر چیه امری شرعی است سبحان الله اما الامر الشرعي فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده اما مراد از امر شرعی و وحی الله است که نازل شده است که با همون یعنی که قرآن گفته امر میکنه بندگانش را یأمرهم بعبادته ایشان امر میکنه به عبادت خودش یأمرهم بالصلاه به نماز خوندن امرشون یأمرهم بالزکات به زکات دادن امرشون یأمرهم ببر الوالدین به نکویی پدر و مادر همه نکویی پدر و مادر میکنند مسلمانان کو نه هذا امره الشرعي امر شرعي است يدخل فيه الاوامر والنواهي التي في القرآن الكريم
در تحت این داخل میشه تمام امر نهی که در قرآن کریم اون گفتیم که امر در تحتش نهی هم داخل میشه. و فی سنت النبویه، در سنت پیامبر صلی الله علیه و هذا من امر الله سبحانه و تعالی، اینا همش از امر الله سبحانه و تعالی. اذا كان له الخلق والامر فماذا بقي لغيره سبحانه و تعالی. وقتی که میگه امر، وقتی که آفریدن، وقتی که امر از آن او الله سبحانه و تعالی باشه، برای غیر الله چی ماند؟ همین دو چیزه، آفریدن، امر کردن. وقتی همش صاحبش الله باشد، بری اون غیر الله، غیر الله دعوا میکرد، میگه که انا ربکم الاعلی، گفت فرعون، آخه گفت بود اله دعوا میکرد، میگه بری وای چی مونه برای غیر الله. ولهذا يقول ابن عمر قلت عبد الله بن عمر لما قرأ هذه الآية، وقتی که آیت خون قال، گفت من له شيء فليطلبه، انا کن یگون کسی یگون چیزش مونده باشد کودیا بودش. همین اگر کسی برای و یگون چیز مونده باشد غیر از یعنی که امر و نهی الله سبحانه و تعالی یا که آفریدن یگون چیز باشد کوبد، یعنی نمییابد. چونکه الله سبحانه و تعالی چی گفت که الا له الخلق والامر، شنو هم کلا. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر. این آیت دلالت کرده است یا که دلیل شده است به فرق بودن بین خلق و امر. ففيه رد على من يقولون بخلق القرآن، در این آیت رد است، که در این دلیل رد است علیه کسانی که میگویند مخلوق بودن قرآن را. لأن القرآن من الأمر، زیرا که قرآن از امر است، و امر الله ليس مخلوقا، امر الله مخلوق نیست. لأن الله غایر بین الخلق و بین الامر، زیرا الله سبحانه و تعالی فرق گرداند، غایر فرق گرداند، فرق گرداند بین خلق را و بین امر را. فجعلهم شیئین متغایرین، چون که این دو چیزی از یکدیگر فرق کننده قرار داد. والقرآن داخل فی الامر فهو غیر مخلوق، قرآن داخل است در کدامش؟ در امر، و غیر مخلوق است. و هذا ما خصم به الامام احمد الجهمیه لما طلبوا منه ان يقول بخلق القرآن. این همان است، یعنی این همان دلیل است که مثلا در بحث امام احمد غالب آمد چرا جهمیه ها را وقتی که از امام احمد چیکار کردن و یا درخواست کردن، طلب کردن که باید که چی گوید؟ مخلوق از قرآن گوید. قال گفت که هل القرآن من الخلق او من الامر؟ و سوال داد ایشان، گفت که آیا قرآن از خلق است یا که از امر؟ قالوا گفتن که القرآن من الامر، گفتن که قرآن از امر است. قال الامر غیر مخلوق، امر مخلوق نیست، غیر مخلوق است. الله غایر بینه و بین الخلق، الله سبحانه و تعالی یعنی فرق گرداند بین او را و بین خلق را. فجعل الخلق شیئا والامر شیئا آخر، خلق را یک چیز قرار داد و امر یک چیز دیگر قرار داد. الامر کلام، امر این کلام است. و اما الخلق فهو ایجاد و تکوین، اما خلق باشد این ایجاد کردن و تکوین به وجود آوردن است. یوجد فرق بینهما، بین این دو فرق یافت میشه. تبارک الله ای تعاظم الذي هذه افعاله سبحانه، بسیار بزرگ است ذاتی که افعال او چنین باشد. و هذه قدرته و هذه مخلوقاته، ذاتی که این قدرت او چنین است و مخلوقات او چنین است. تبارک و تعالی، بسیار با برکت است و پاک است و بلند است. و تبارک فعل خاص به سبحانه، این یک فعل مخصوص به الله سبحانه و تعالی است که فلا یطلق علی غیره، در غیر الله استفاده برده نمیشد کلمه تبارک. والبرکت هی کثرت الخیر، برکت این خیر بسیار میگوید. و نماؤه، و اینم زیاد شدن میگوید، نمو رویدن، زیاد شدن. و برکات الله را میگوید عز و علا لا تتناهى، و برکات الله عز و جل لا تتناهى، برکتای الله سبحانه و تعالی به پایان نمیرسن، یعنی تمام نمیشن. اما المخلوق فلا یقال له، مخلوق را گفتن نمیشه تبارک، بسیار با برکت است گفتن نمیشه. انما یقال له مبارک،
مخلوق را مبارک گفته میشه، یعنی بارک الله فیه و جعله مبارکا، الله در او برکت عطا کرده است و او را با برکت گردانده است. و البرکت کلها من الله سبحانه و تعالی، برکت میگه که برکت همش از آن الله سبحانه و تعالی میشه. رب العالمین، تبارک الله رب العالمین گفت مثلهما سبقه، یعنی مانند اینا را گذشت. چیه؟ مثل ما، بله. یعنی رب العالمین مثل ما سبقه، این مانند آن چیزی که گذشت. یعنی حاجت به تفسیر نه، برای اینکه رب در اونجا فهمون، عالمین فهمون، گذشتن در دیگه آیه برای این گذشت که مثل ما سبق. ففي هذه الآية تقرير التوحيد، در این آیت تقریر توحید است، یعنی اعتراف توحید است. و توحید کدام توحید؟ توحید ربوبیت و توحید الوهیت كما سبق، شکلی که گفته گذشت. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم تسلیما مزیدا.